تا حالا شده بخوای درس بخونی بعد مغزت بهت بگه که بابا بی خیال بذار برای فردا، حوصله داری؟ ببین مشکل تو نیستا، مغز اینجوری طراحی شده در مقابل رنج و سختی گارد میگیره. اصلا براش مهم نیست که تو میخوای موفق بشی، اون داره انرژی خودش رو حفظ میکنه. حالا چرا؟ چون یادگیری براش سخته. آره یادگیری براش سخته. میخوای یه راهکار بهت بدم؟ اول اون قلب بیرنگ و قرمزش بکن. حالا گوش بده ببین چی میگم. مغزتو گول بزن. آره گول بزن. جالبه نه؟ آره گولش بزن. چجوری؟ به مغزت بگو 5 دقیقه. 5 دقیقه چیزی نیست. من 5 دقیقه فقط مطالعه میکنم. شروع میکنی به مطالعه. مغز میبینه نه 5 دقیقه چیزی نیست. میگه برو ادامه بده. همچنان ادامه بده. عالیه. اینجوری مغز وقتی که شروع کردی میگه نه بد نیست ادامه بده. از همین امشب امتحانش کن. از 5 دقیقه شروع کن. بعد بیا تو کامنت ها برام بنویس چقدر مطالعه کردی. منتظر پیامت هستم ها.